خدمت دوستان خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. در حال حاضر من تصمیم گرفتم که اه، 3 تا از سایتی که برای خودم هستش رو اینجا مورد بررسی براتون قرار بدم. از طریق هاست چکر ببینید که خب وقتی اینها سروراشون به ایران میاد، هاست چکر با توجه به وضعیت فعلی که در ایران وجود داره و اینترنت قطع هستش یه همچین چیزی به شما نشون میده. هر سه اینها دارن میزنن که ما نمایشی نداریم. اما وقتی به بخش پینگ من میرم، در مورد سایت ویکی ساعت شما ملاحظه میفرمایید که پینگ خوبی داره میده و اتفاقا پینگش هم بد نیست و خوبه، وضعیت خوبی داره نسبت به اینترنت ایران. در مورد سایت صدا بازار وقتی من میزنم، خب سایت صدا بازار در خارج کشور ثبت شده، در جوکر ثبت شده و خب علی موهاست ما گرفتیم و من مستقیم روی DNS خودش ست کردم. میبینید که آنون هاست میده در رابطه با خیلی از جاهای دنیا. همینطور سایت کنکور تیوی رو هم که ملاحظه بکنید، این رو هم الان شما مشاهده میکنید که ما دچار همین خطای آنون هاست هستیم. حالا بحث اینه که آیا این نگران کننده هست یا نه و با بردن اینها روی ابر آروان یا کلودفلر مشکل ما حل خواهد شد و اینها شناسایی خواهند شد یا نه و مسئله ما برای گوگل حل میشه یا نه. خب ما به علت اینکه خب سایت صدا بازار سایتی که رو جوکر ثبت شده و جوکر هم وقتی DNS رو تغییر میدیم به سرعت تغییر رو اعمال میکنه، یعنی از صدا بازار استفاده میکنم که ببینیم تغییر آیا بعد از اینکه ما این رو به مثلا کلودفلر منتقل کردیم چه اتفاقی براش خواهد افتاد. کلودفلر داره به من میگه که این دوتا DNS رو ببر توی جوکر برای ما کپی کن که ما در واقع وصلت کنیم دیگه. من ذخیره رو میزنم. خب خوشبختانه جوکر به سرعت DNS ها رو تغییر خواهد داد. الان این سایت جوکر تغییر رو انجام داد هنوز، ولی ما میبینیم که DNS قبلیه. یه رفرش رو که من بزنم DNS جدید رو خواهیم دید. اکتیو کرد، به سرعت اکتیو کرد و فعال کرد و داره کارش رو انجام میده. حتی آپشناش هم آورد، گو اسپید اپتیمیزیشنش و همه اینها رو هم آورد که خب ما من میزنم enable all فعال میکنه. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی تو این بخش میفته. خب دیدید که پینگی که گرفته بودیم اصلا داغون بود دیگه، اصلا چیزی به ما نشون نمیداد. اما الان من پینگ که میگیرم، البته زمان میبره که کلودفلر پخش بکنه این رو، ولی خب کلودفلر که بزرگترین شرکت ها هستش و همونطور که میبینید پینگی که الان داره به ما میده اصلا تغییر کرد، همه چیز تغییر کرد و اصلا هیچ شباهتی به اون قبلیه نداره. حالا دقت کنید، من هنوز رو اینفو نرفتم، میرم رو اینفو. حالا من دوباره بیام پینگ بگیرم تغییرات دیگه رو خواهید دید. من میرم رو اینفو، ببینید این رو در لوکیشن کانادا و آمریکا شناسایی کرده، هرچند سرور داخل ایران هستش. من حالا سایت صدا بازار رو الان با توجه به اینکه روی کلاودفلر هستیم باز میکنم. ببینید با صورت خیلی بالایی هم باز میشه، همه چیز میاد بالا و هیچ مشکلی نداره و خیلی هم تمیز داره کارش رو میکنه. همه عکس‌ها رو لود میشه. خب من یه بار دیگه روی یه گزینه دیگه کلیک میکنم، نگاه کنید هر چقدر صبر میکنم انگار کار نمیکنه، انگار این صفحه روی مرورگر من کش شده بود. بریم مثلا تو اینکاگنیتو تست کنیم. من سایت صدا بازار رو باز میکنم چون ما الان به VPN وصلیم دیگه و کلودفلر هم خارجی هستش، همونطور هم که اینجا ملاحظه کردید داره به ما لوکیشن خارجی نشون میده. خب این چرا لود نمیشه و حتی در اینکاگنیتو هم بالا نمیاد. خب
من میام چیکار میکنم، وی پی رو قطع میکنم. بعد از اینکه وی پی رو قطع میکنم سایت لود میشه و سرعت خیلی خوبی هم داره، راحت هم لود میشه، همه اینها هم بالا میاد با یک کلیک. خب این یه مقدار شاید برای شما عجیب باشه که کلود فلر یه همچین قابلیتی داره و یه همچین اتفاقی درونش داره میفته برای یک سایتی که سرورش داخل ایران هستش. و زمانی که حالا من مجدد بیام پینگ رو بگیرم، الان دیگه چند دقیقه گذشته، خیلی خوب شد و فقط در چند تا لوکیشن برزیل و پاریس و قزاقستان هستش که به خوبی شناخته نمیشه و داره نشون میده دیگه، اون چیزی که باید نشون بده رو داره نشون میده. حالا ممکنه که توی این فاصله ای که داره کلاتولا کارش رو انجام میده یه سری خرابکاریایی هم رخ بده. مثلا من اینجا الان اینو بزنم، با وی پی ان هستم دیگه، با وی پی ان بالا نمیاد و خب میگم لود نمیشه صدا بازار، ولی خب نمیاد دیگه، وی پی ان فقط وقتی قطع بکنم لود میشه. اما نگاه کنید یه اتفاق دیگه افتاد، میبینید که خود کلود فلر داره کار میکنه. من هم که وی پی رو خاموش کردم، اما کلود فلر بعضی وقتا نمیتونه با هاست ایران ارتباط برقرار بکنه، چون عزیزان سیستم رو بستن و خرابش کردن. اصلا این موضوع رو میام روی اینکاگنیتویی که با هم بودیم چک میکنم، حالا میبینیم اینجا داره کار میکنه، این احتمالاً حالا اگه طریق دیگه ای داره کار میکنه. ولی این خرابی پدید میاد روی کلود فلر زمانی که سرورهای ایران دچار مشکل هستن. تست سرعت هم اینجا میگیرم با لاید هاوس، البته ترجیحاً در حالت گست میگیرم که این همه افزونه‌ای که اینجا داریم مزاحم کارمون نشه. من همون صفحه بلنگوی اکتیو رو اینجا میزنم، از لاید هاوس استفاده میکنم و بخش پرفورمنسش ببینیم که چگونه خواهد شد. آنالایز رو میزنم، این عددی که ما اینجا داریم میبینیم عملاً فوق‌العاده است. کلودفلر خیلی خوب داره کار میکنه و نگاه کنید از همون ابتدا داره سرور رو به درستی میخونه. من باز یک صفحه دیگه رو اینجا از منو لود میکنم تو دسته‌بندی محصولات، مثلا تجهیزات پادکست، مثلا میکروفون پادکست رو لود میکنم، ببینید چقدر هم سریع لود میشه و بالا میاد. این رو هم از اینجا به علاوه رو میزنم و دوباره یک آنالیزی میگیرم که ببینیم چطوری خواهد شد. آنالیز رو میزنم، بی‌نظیره این سرعتی که داره ارائه میکنه و این گزارشی که داره به ما میده. من این دو گزارش رو نگه میدارم، اما خب من این مشکل رو کجای دلم بذارم؟ کش رو پاک میکنم ببینم آیا با پاک کردن کش مسئله حل میشه. آیا حالا در کنار این بریم CDN ابر آروان رو هم با هم تست بکنیم و همانطور که میبینید در حالت گست هم این به این رفت و کار نمیکنه. یعنی ما نباید هیجان زده بشیم ابتدای کار. حالا من به همون حالت گست برمیگردم، مجدد لود میکنم ببینم که آیا مشکل از ماه، مشکل چیه؟ آیا کلود فلر هنوز میتونه لود بکنه؟ نه نمیتونه. کلود فلر اگه سیستم کشی استفاده میکنه یه چیزی رو برمیداره و توضیح میکنه. پس ببینید دوستان خوبم، عملا سروری که در ایرانه از کلود فلر نمیتونه استفاده بکنه. الان من میدانی براتون این رو آزمایش کردم. این گزارش ها رو داشته باشید که حالا ما بریم رو ابر آروان هم این رو تست کنیم. همونطور که میبینید صدا بازار این فوش رو که میزنم همون چیزی رو که قبل نشون میده داره نشون میده و حتی خرابی داره نشون میده. ممکنه من چند دقیقه دیگه دوباره بیام اینفو رو بگیرم اونو درست نشون بده، ببینید دوباره درست نشون میده، ولی بعضی وقتا دوباره میزنم اونو با خرابی نشون میده. اینا همه نشون میده که الان در حال حاضر که ما سرورامون رو توی ایران آوردیم عملا از کلود فلر نباید استفاده بکنیم. حالا من پینگم دوباره میگیرم، ملاحظه میکنید که برزیل و فرانسه و قزاقستان هنوز پینگشون کار نمیکنه. حالا اگه بخوایم پورت ها رو هم چک بکنیم که مثلا کجاها به اینا اوکی هستش، میبینید که دوباره همون اینها رو میده. حالا من به ابر آروان میرم، از همین ابتدا هم این دوتا ابر اولش رو روشن میکنم، DNS هایی که اینجا داده رو
برمیدارم، وارد سایت جوکر میشم، DNS ها رو به ترتیب اینجا قرار میدم. هنوز میبینید که رو کلود فلره. خب اینجا باید رفرش رو بزنم. سایت جوکر به این شکل هستش. الان من پینگ میگیرم، خودتون ملاحظه میفرمایید که خیلی سریع شناسایی کرده و روی کلود فلر و اینا نیستش. سایت رو در حالت VPN، الان VPN روشنه، باز میکنم ببینم چی برای من میاره. خب عملا میبینیم که چیزی نمیاره. حتی من کش رو هم پاک میکنم ببینم چی میاره. خب چیزی نمیاره. من VPN رو خاموش میکنم ببینم که حالا چی میاره. سایت رو بالا میاره. برای اینکه بفهمم دقیقاً آیا ست شده یا نه، این وپالایزر رو باز میکنم، کش وپالایزر رو پاک میکنم و صفحه رو یک مرتبه رفرش میکنم. آیا CDN ابر آروان رو اینجا نمایش میدهد یا نمیدهد. دو مرتبه به این صفحه میام، یه پینگ میگیرم ببینم که وضعیت چطوریه. این ایران فقط همین مشهد میمونه یا چیزای دیگه هم میاد؟ یا وضعیت آنچنان هنوزم خوب نشده. دوباره به اینفو میرم ببینم چه وضعیتی پیدا کرده. در اینفو میبینم که ابر آروان فعال شده و لوکیشن ایران رو داره نشون میده و در حال حاضر من به VPN وصلم. ببینیم که آیا با VPN صفحه لود میشه صفحات سایت یا صفحات سایت لود نمیشه. ابر آروان بردیم که مثلا یه تأثیری داشته باشه دیگه. خب میبینیم که لود نمیشه. یعنی من الان بلافاصله که VPN رو خاموش بکنم یه ریلود بزنم صفحه لود میشه. وپالایزر بله الان CDN رو شناسایی کرد. میبینید که الان یه اتفاق عجیبی هم افتاد. وقتی من اینفو رو زدم ایران و آمریکا رو داره نشون میده با هم. اگر ایران و آمریکا رو داری نشون میدی باید با VPN هم نشون بدی دیگه. من یک مرتبه دیگه پینگ میگیرم. توی پینگ ایران مشهد اینا اصلا رفت، پرید رفت. انگار به نحوی به هر حال ابر آروان توزیع بارش رو داره انجام میده. من دوباره رو اینفو میزنم ببینید دوباره به مشکل میخوره. یعنی این ابر آروان هم نمیتونه یه جاهایی با سرور ارتباط برقرار بکنه. من دوباره اینفو رو میزنم دوباره میبینید میاد، ولی دیگه اینجا خبری از آمریکا نیست، فقط ایرانه. تکلیفش با خودش مشخص نیست ابر آروان. خب ما برای اینکه در واقع درک صحیحمون رو بفهمیم، خب تستای مختلفی رو داشتیم. من VPN رو خاموش میکنم. ما تست داشتیم از کلودفلر، اونم دوتا، یکی این یکی این که فوق‌العاده بودن دیگه. تک تک این صفحات رو ما همین صفحه رو میایم اینجا تست لایداوسش رو میگیریم ببینیم که چجوریه. ما آنالایز رو میزنم ببینیم که چی میشه. خب نتیجه به دست اومد دیگه. نتیجه که دارید میبینید این روی کلودفلره، در زمانی که کش کلودفلر برقرار بود و از اینجا میبینید که سرور از همون ابتدا درست داشته میخونده، پرفورمنس بالا، LCP درست، همه چی. این هم نتیجه‌ای که ابر آروان داره به شما میده و میبینید که اونچنان چیز دندانگیری نیستش. صفحه اولی هم که تست کرده بودیم صفحه بولنگو اکتیو بود. الان خب رو ابر آروان هستیم دیگه. این رو هم بریم لایداوسش رو چک بکنیم. این صفحه بولنگوی اکتیو دیگه. این چیزی که اینجا دارید میبینید صفحه بولنگوی اکتیو، همون تستیه که اول گرفته بودیم. خب ببینید نتیجه تست اومد. الان شما دوتا تست رو مقایسه کنید بین ابر آروان و این دوتا، بین ابر آروان و کلود. این کلودفلره برای صفحه بولنگوی اکتیو و این ابر آروان هستش. البته خب ابر آروان اینجا مثل کلودفلر عمل کرده و از اولش لود کرده. بریم و یه کاری بکنیم. ما ابرای ابر آروان رو خاموش کنیم و ببینیم چی میشه. یعنی در واقع
انگار بدون رد کردن از CDN ما میخوایم که ببینیم سایت در چه وضعیتی قرار میگیره. من غیر فعالسازی اینا رو انجام میدم، یه تست هم توی این حالت میگیریم. خب لوکیشن رو که داره همون ایران نشون میده، من یه پینگ میگیرم. احتمالا پینگ خیلی پینگ خوبی نباشه، یعنی همون پینگی باشه که دفعه اول با هم دیدیم. خب میبینید پینگ خراب میشه، یعنی اون ارتباط درستی که قراره از سراسر جهان برقرار بشه به نحوی با این آی پی ما روی سرورمون درست برقرار نمیشه. ما چند دقیقه هم صبر بکنیم این اتفاق دوباره به درستی نخواهد افتاد. با توجه به شرایطی که الان وجود داره و این پینگ های خرابی که میبینیم هم برای سایت کنکور.tv که اصلا میزنه آنون هاست و در این بخش ها ملاحظه میکنید، اینجا یه دوپلیکیت میکنم، یه تستی اصلا الان بدون ابر آروان بگیریم در حالت گست، ببینیم مثلا سرعت سایت بدون ابر آروان چگونه خواهد بود. چون به حال این سایت یه سایت فروشگاهی بزرگه، ببین سرعت سایت خوبه ها. خب من همون صفحه بلندگوی اکتیو که این ورداشتیم رو مجدد میام لایداوسش رو میگیرم. شما به شکل عجیبی میبینید که با اینکه ما رو ابر آروان نیستیم پرفورمنس سایت بهتره. من حتی برای اینکه این شبهه برطرف بشه دوباره آنالایز رو میزنم که شما نگاه بکنید پرفورمنس سایت زمانی که رو ابر آروان نیستیم بهتره. یک ذره ما رو مشکوک میکنه به ابر آروان که خب چرا ابر آروان سرعت رو میاره پایین. خب این نتیجه که ابر آروان به من داد، این نتیجه که من بدون ابر آروان دارم میگیرم که تقریبا مساویه با آن چیزی است که من رو کلودفلر گرفتم. حالا آیا واجبه من این پینگو بیام چک بکنم و هی بیام ببینم که ارتباط من برقرار هست با دنیا یا برقرار نیست با دنیا، پینگ من کار میکنه نمیکنه، آنون هاسته، آیا واقعا لازم هست این موضوع یا نه لازم نیست؟ واقعیتش رو من بهتون بگم، نه لازم نیست. شما در حال حاضر نه نیاز به ابر آروان دارید، نه نیازی به کلودفلر دارید، نیازی به هیچ کدوم اینها ندارید. سرورتون فقط ایران باشه و چک کردن دائمی اینها کمکی به شما نمیکنه. واقعیت مسئله اینه که شما تو داشبورد سرچ کنسولتون میبینید که آمار سرچ شما رو میندازه. حتی جالبه وی پی ان وصل باشه بالا نمیاد، آمار سرچ شما رو داره میندازه. حالا این سایت خودم اطلاعاتش هم منتشر میکنم، مشکلی نداره. خب این یعنی ارتباط داره میگیره، داره میفهمه دیتای شما رو. نیازی به CDN و این بازی ها نیست. سری که دست درد نمیکنه رو نیازی نیست دستمال ببندیم. من کرال استاتس رو هم میارم، شما میبینید که من اصلا رو CDN نیستم، کرال استاتس هم بالاست. یعنی گوگل سازوکار خودش رو داره. ولی ببینید تو هاست استاتوس و روبوت.txt خب مشکلاتی تو این چند روز اخیر براش پدید اومده. مثلا قطع بوده، دسترسی نداشته، روبوتش نتونسته کار بکنه. اینا همه برای گوگل قابل درکه. حتی من این رو در سایت دیگرم صدا بازار بهتون نشون بدم، اینجا هم این موضوع بوده. خب قطعی داشتیم، قطعی هایی بوده و اما اینا به اعتبار سایت لطمه نمیزنه. یعنی اون چیزی که دوستان تصور میکنن که ما حتما ببریم روی CDN تا سرعتمون بهتر بشه، تا وضعیتمون بهتر بشه و اینها، نه اینطور نیستش. الان آزمایش کردیم و ملاحظه کردیم که خیر اینطور نیستش. خیلی ممنونم که گوش دادید و امیدوارم که آموزش مفیدی بوده باشه.